اگر زمین توی یه سیاهچاله سقوط کنه چی میشه؟ در ابتدا هیچ چیز غیرعادی به نظر نمیرسه، اما هر لحظه که نزدیکتر میشیم گرانش وحشتناک سیاهچاله شروع میکنه زمان و فضا رو کش دادن. اول زمین از یک طرف شروع میکنه به کشیده شدن و از طرف دیگه فشرده میشه. این پدیده رو دانشمندا بهش میگن اسپاگتی شدن، چون همه چیز مثل رشته‌های نور باریک میشه. نور ستاره ها خم میشه، آسمون تغییر رنگ میده و زمان تقریباً متوقف میشه. از دید یه ناظر بیرونی زمین هیچ وقت کاملاً وارد سیاهچاله نمیشه، اما از دید ما همه چیز توی چند ثانیه نابود میشه و در نهایت فقط یه سکوت مطلق باقی میمونه. یه نقطه تاریک، جایی که زمانی خونه ما بود. زمین سابق.